میتونن اینه هم میتونن نگذارن که حضرت نوح نبینیم روش نبینیم. او سوره نوح حضرت نوح خون جگرات پر میشود. خدایا گفت شب دعوتشون کردم، روز دعوتشون کردم، این شب و روز دعوتشون. انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز دعوتشون کردم، زارشون کردم، گفتمشون. فلم یزیدهم دعای الا فرارا. دعای من ورا من که اندر کلمه گر از روی گریخته و دعاهای حضرت نوح درر شدن. همه یا عبادت هم، همه یا طاعت هم، همه یا دعا عبادت هم. دعا عبادت است. الله جلاله ببخشه گفتن. بعضی میگویند که دیگه جمعه بود، در سحر جمعه دعا کنم گفته، در روز سحر جمعه اجابت شده است گفته. بعضی ها میگویند که حضرت یعقوب علیه السلام همون شب تا صبح در داره و بیچارگی و طاعت عبادت یاد خدا بود که وقتی در حق فرزندان دعا کنم دعا رد نشود، دعا قبول شود، ببخششون نباشه هلاک بشود. پیغمبر خدا به دشمن شدن یا پیغمبر خدا دهنش یا بنیش خونچار کردن یا سرش چپاندن یا عبارای خلش شتر یا از زمین پرتافتن. او چه فرقی نداره که او دستینی بلاغته یا دستینی کمالات است. برای پیغمبران در خرسالیشان هم حضرت خداوند خیلی خصلت‌های عجیبی برای آنها عنایت کرده بود. نباید من همین دعا را یک کف دعا را در حق همه مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات دینی حقیقت پرور، دینی جمعیتی، دینی جامعه را بینی که در حق همه مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات دعا میکنه، در حق همه فرزندای بابای آدم دعا میکنه. حضرت پیغمبر 23 سال طول پیغمبریش جای نیست که در حق قوم و قبایل مکه مکرمه یا مدینه منوره حتی در حق یهودی ها و نصرانی ها به هلاکت دعا نکرد. بل اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. ای بار خدایا هدایت کن قوم من، ایمان بده، دین بده، شریعت بده، لا اله الا الله محمد رسول الله بده. بس مدرسین که آنها نمیدانند، اینا نمیدانند، چرا نشناختند. خدای هدایتشان کن. یک خصلت خاصه پیغمبر دعای هدایت در حق غیر دینان. ما در حق فرزندای خودمان دعای هدایت نکردیم. ما در حق برادرای خودمان، همنشینا، قوم و قبایل و وطن و ملت و سرزمین و خاک و قلمرو و حکومت خودمان دعای خیر و رحمت نکردیم، دعای برکات نکردیم. این چیزایی که در حق فرزندای ابوالبشر، در حق فرزندای حضرت آدم علیه السلام خداوند که همه احوال با خبر، همه حالات نظر کننده و بیننده به علم قدیمش باشه. همه مجلس محفل خداوند گفت که دو کسی نیست، سیمش خدا، سه کسی نیست، چهارمش خدا، نه بسیار و نه کم، همراه شما خدا. هر چه جای باشید همراه شما، هر چه جای باشید. فسم وجه الله، بس آنجا ذات خدا. هر چه جای باشید، در هر خلوت تنهایی و سیر اسرار باشید، تچیتان خدا هست. یک کس باشد دویمش خدا، دو کس باشد سیمش، سه کس باشد چهارمش خدا، نه کم نه زیاد، هر جایی که باشه همراهی شما خداوند جل جلاله. با دعا یاد کنید. دعا حضرت رسول الله وعده کرد که در حق برادر مومن علی ظهر الغیب، در غایبیش اگر دعا کنید دعا قبول است. برادر خیلی بنده ما همه بنده ایم. یک آدم تیزه، یک آدم تنده، یک آدم قهرالو، یک آدم منسیکه، یک آدم دلتنگه. همه یک علم خدا، این معجزه خدا هست. همه چیزا یا آدم رشک داره، یا آدم حسد داره، یا آدم اینجا شیشت از ما را بد دیده است، یا ما او را بد دیده است. خدا پناه ده. نه که خدا در بهشت گفته است همین چیزا من بیرون نکنم از دل آسان. ای بندگی خیلی کار مشکل. بندگی همین نان باور کنه. اگر کسی در انشالله با فرمان خدا، اگر مبادا ما در حق کسانی که در بعضی جاها از زبانشون چیزی برآمد که به یگان وجه شریعت دیگه مسلمان نیست، نه که خدایا گفتیم جوان مرد، خدایا نانش مومنا خوردگیان، خدایا گوشت تقسیم کردگیان در حولینا، خدایا به همتش ایمانش محکم کن، تقواش محکم کن. تو همه تیاردم کنه میتونی برادر مومن که برای همین 100 تومن بچه تا پول نچه ختم نمیدی، تا پول نچه دعا نمیدی، تا پول نچه برادر مسلمان مومن نمیخوای. ما 18 ساله بودیم، 18 ساله 43 44 سال پیش همین خانواده نان خوردیم، همین خانواده درس گرفتیم. بابای ایشان ای سینی جوانیشان دولتمند آمده گیند،
ای بابی و پدرشان در علم شریعت و مدرسه و حجردار آقا بگیرن فیض خدا در مولاشان ریخته. من مرغ داشتم در همون دوره های لینی 35 سال پیش اینجا کمبیکار بار میکرد با خورا کمبیکار بار میکرد مرغوش به کمبیکار نباشن اصلی دروازش بیاره مسکه بیاره مسکه قیماق بیاره زبانی رسیقتی یک سدک میگو شیرا را مو میگو بوی خوری چی مینی پرستیته سپرته یک چی مینی نمک فاز داشتن در کار خدا قبولشان کنه هم پدرن هم استادن هم نانتیان اول یک کسب 50 سون نبودی یا 100 سون یا آزمده بودی بعد خیلی کو 10 کسب بودی 50 کس بودی یا 100 کس 5000 را حساب کنی یه روزی جنوبه خونه در پشتت میگنده یه بار همت که 50 سال هم جمع کیسای شب کیسای به همه ایشان ملا و قاری و مسجد و مدرسه شب کیسای مسجد که گیداگو نشدی گیدا شدی چیکار که یکی برای همین گفتم خیلی این خصلت در همه ما و شما هست ما آدمی ذاتیم یک کس خفه نشه همین دعا کنی خدا نگاه اگر همین نام بپرسم آدمایی که خیلی دایم گفتن مستی خدای گفتم خدم اول مستی کنی که امرای مستی خلاصش شد کار میروه سحری بو میخره بعد میروه خیلی شما بدونید ما عمال برفت سکن کی برفت کمون کجا برفت همین مهربانی میدیم به اکل مولا و ایشان بتونه حکم بینه باید اون چیز خیلی بچه من او را ایمان داده نمیتونم اوفه نبرد من او را به هیچ برده نمیتونم او را دعای خیر بینم که خدا اگر در خونم دعا نکنم در حق یک جوان مردی نازنین همین روز میبینی که دعا کن خیر اگر چیزی هم نشوه دعاهای من خدا ملائکاش کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون هر چیزی نکنه کرامن کاتبین دیدهشان میدونن خدا جوان مرد را نگهبان باش یک جوان مردی نازنین برای 50 سال 2 متر قد 110-15 کیلو وزن کویا تراس که یا 5 گرمه شراس که همین دنیا 10 میلیارد آدم جمع شده همین خیلی یا 5 گرمه روز کردن نمیتونه این جان دادن عقل دادن زن دادن پدر مادر مسلمان دادن خانواده دادن با خیر کنه و صدقات کنه و ملا و ایشان پیدا کنه من هم سرتش میشم یک کرده و ایشان هم خیر هم کشم نه پرده بالا من بگم دولت گناه داشتی تمام خدا هدایت کنه من برم در جای مومون چکو میدم لباس امرادم تنم بکنه چکو میدم از خدا ترسیدن نکن از خدا محتاج عبادت نیست حضرت نوح علیه السلام 950 سال پیغمبری کرد و طاعت عبادت کرد و دعا کرد خدایا بومونم بخواد دعای کم که وقتی که میگذرن قومم آن میتمینن میگذرن که حضرت نوح نبینیم روش نبینیم او سوره نوح حضرت نوح خون جگرات پر میشود خدایا گفت شب دعوتشان کردم روز دعوتشان کردم این شب و روز دعوتشان انی دعوت قومی لیلا و نهارا شب و روز دعوتشان کردم زارشان کردم گفتمشان فلم یزیدهم دعای الا فرارا دعای من ورا من شاید نکرم مگر از روی گریخته و دعاهای حضرت نوح درر شدن همه یا عبادتن همه یا طاعتن همه یا دعا عبادتن دعا عبادت است همین بچهش کم کسی را نگه نکنه هر مومن و مسلمان را دیده ازش بابایشان مخصوم کلان میگه که همون طلبنده ها را دیده در جای مخته اندیشه که خدا مخیلت کنه چکا منی همین زمان مخیلت کنه 27 یا 29 سال عراق در سرزمین عراق در پادشاهی و تخت سلطنت درام یکی دیا نفس با خاک تیره آوردن یک سالش کردن دیا نفس آوردن در خاک تیره خدا پناه بودید خداوند پروردگار برای همه تا چشم عبرت بکشا و نظر کن